بحث اونی که کی امسال ماه نو می شود موافق اون جدول ها و به واسطه خریدهای استروفیزیکی در این موضوع شرکت داشتن خلاصه علمی خودشون را با مقامات دستگاه سپردن، همکاری داشتن و موافق اون پیشنهادی که شد از طرف انستیتوت استروفیزیکا امسال ما روز 17 ماه ایول ساعت 6:24 صبح و وقت گرینویچ وقت جهانی 00:24 01:24 وقت گرینویچ که 5 ساعت فرق دارد از با وقت محلی ما، یعنی ساعت 6:24 صبح روز 17 ماه نو می شود. و شما میدونید که رمضان همچون جشن دینی ما با سالشماری قمری، یعنی وابسته با سالشماری که با ماهتاب وابستگی دارد جشن گرفته می شود و معمولا این سالشماری در بعضی حالتها نوشوی ماه 29 روز است و بعضا ماه‌ها 30 روز است و روز 18 روز دوم روز اول ماه دیدن غیر امکان است چون که زیر سایه زمین است، اما روز 18 پیش از غروب آفتاب ماه را به شکل یک دوز باریک به واسطه با چشم عادی در شهر دوشنبه و در با تلسکوپ‌های سنگاف و شرارت دیدن ممکن است، امکان دارد و علاقه خودش خریطه‌های نوشوی ماه و همون چی میگن تقویم‌هایی که ماه کی نو میشود برای 100 ساله آینده علاقه به شکل کتاب چاپ شده است و این یگان بحث علمی زیاد دیگر ندارد و اگر کسی میخواد روز دیو ماه دیدن برای ما دعوت میکنیم به شراره و سنگاف تلسکوپ 60 سانتی متری ما در سنگاف کار میکنیم، تلسکوپ شراره کار کرده ایستادن، میتونید دعوت کنیم و خودتون شاهد باشید که این پیشگویی عالمان ما درست است.